درود، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم دوباره با یه مچ دیگه از کلش رویال و بالا بردن تروفیامون که برسیم به آرینا 22 که اینجا دوباره با همین دک همیشگیمون که خیلی کارت خوبی داره، مثلا جزء متا ترین دک ها محسوب میشه، معدل خوبی هم داره و توی مچ قبلی مچ خیلی خوب داشتیم با یه پلیری که لول کارتش از ما میشه گفت نسبتا بالاتر بود و کینگ تاورش هم لولش 14 بود که یه لول بالاتر بود، ولی بازم بردیم. پیشنهاد می‌کنم ویدیو رو ببینید و انشالله که خلاصه یه بتل پس خوشگل از یه بتل چی نه بتل پس چیه؟ بتل پس که مال کالافه، چیز رویال پس خوشگل نصیب هممون بشه که از این والکریای رقصون داشته باشیم که کل زمین رو اینجوری بچرخن و همه رو از بین ببرن. چقدر زور داره واقعا. فکر میکنم گابلینکرسش جواب میده. آره تا یه حد خوبی جواب داد، راضیم. خب ببین اینجا میتونیم بعضا با برزرکر کارو جمع کنیم. گفتم با برزرکر میشه جمعش کرد. برای این میای رون جاینت رو از این پشتا میذاری. نه رون جاینت رو یه ذره بیاد گابلینه اینجا. میخواستم روی گابلین بر چی میگن دارت گابلینه روی این رون جاینت نفوذ کنه. اوه والکری لول 15. آقا والکری لول 15 میدونی، والکری لول 15. خب گلدن نایتش که دیگه یه لاک میزنیم، یه دونه لاک چیز، یه دونه مینی پکا، اسکلتون آرمی که نداره و یه دونه برزرکر. این از برزرکر ابیلیتی رو فعال میکنیم که این والکری لول 15 شو بزنه. خب با آیس اسپریت خوب متوقف کرد. اینو اینجا میذارم، الان والکری میده سمتش و خیلی خوشگل اینجوری چیز کردم. نه چرا اینو گذاشتم؟ گابلینکرس رو بذاریم. خب گابلینکرس بد عمل نکرد، راضیم. ما چیز ندارم، اکسیر ندارم. از تاورم بکش بیرون، چرا گلدن نایت ولکن نیست؟ خب حل ما داریم. خب خواهیم دید چه خواهد شد. خب بله خیلی خوشگل. اینم از این یه دمیج خوبی بود دیگه. حالا در حد توانمون دمیج بدی نبود واقعا. چقدر متنفرم از این سبک که تامبستون. چه گلدن نایت چیزه سمیجه، خیلی سمیجه. زوده برای تسلیم شدم، ولی حسم اینه که یه ذره سخت شرایط. گابلینکرس ما هم اسکلتون چیزو میذاریم ویچمونو. این که گابلین برل نداره. این از این یه رون جاینت میذارم روی رون جاینت نفوذ کنه. خب یه مینی پکا بریج اسپم پکا بریج اسپم خیلی خوبی داره انجام میده و خوب جمع شد. وای چرا من اینقدر اکسیر هدر دادم واقعا. پکاش هم لول 14 آخه، میدونی این خیلی کارم داره سخت میکنه. خب والکریش رفت با این لول 15. این والکریش لول 15 احتمال بسیار زیاد باختمون قطعیه. متاسفانه خیلی زیادی لول کارتاش بالاه. چیز خوب دمیج دادیم ما، بد نبود. تاور رفت. بله تاور رفت.
چقدر خوشگل با الایت بربریان جمع شد. ایو و الایت بربریان چقدر متای آخه، خیلی متای. اصلا به نظرم از ایو و الایت بربریان غافل نشید، حتما استفاده کنین که خیلی متاه. تا نرف نشده استفاده بکنین. ببینیم این چطوره. مثل همیشه دیگه شانس نداریم. و وای مچ هیجان انگیزی بود، لذت بردم. و یه دونه لژندری والد کارت گرفتیم، خدا رو شکر 2 تا شد. و الان از 500 از باید برسیم به 8500 تا بریم آرنای پنکیکس، آرنای مورد علاقه مینی پکا. و شدنیه، چرا که نشدنی نباشه. با این دکی که الان دارم 5 تا برد پشت سر هم داشتم تا الان، یعنی فکر کنم از 8050 مثلا به 8200 با همین دک پشت سر هم. و مینی پکا چیه؟ پکای لول 14، دمیجش 1115، هیت پوینتش 5000 خیلی زیاده. و والکیری خودش تانکیه واسه خودش، 2700 تا دمیج خیلی زیاده. و آره مثلا کلون رو نباید استفاده کرد، کلون کلا مثلا کارت آنچنان جالبی نیست. یه موقعی توی دک اسپارکی یه موقعی جواب میده ولی همیشه نه، خیلی آنچنان جواب نیست. همین دیگه، دیدین که فقط بمبش ترکید یه ذره یه حرکتی زد ولی چندان جالب نیست. و این بود از این ویدیو، امیدوارم لذت برده باشین. حتما از این دک استفاده کنین، الان یکی از متاترین دک هاست. و تا دوری دیگر و ویدیوی دیگر بدرود.